سلام، علیرضا محمودی هستم، کارشناس فروش شرکت دمیرال. امروز قراره نحوه سفارش گرد آلومینیوم 7075 رو از طریق سایت دمیرال بهتون آموزش بدم. با من همراه باشید. اولین کاری که باید انجام بدید اینه که به سایت دمیرال برید. بعد از وارد شدن به حساب کاربری و صفحه اصلی سایت، از این قسمت شکل گرد رو انتخاب کنید. در ادامه باید اطلاعات محصول رو وارد کنید. برای این کار از بخش اندازه دلخواه فیلدهای شماره گذاری شده رو به ترتیب پر کنید. متریال آلومینیوم، آلیاژ 7075، قطر، طول و تعداد مورد نیازتون رو انتخاب کنید. بعد از اینکه همه فیلدها رو پر کردید، روی دکمه محاسبه قیمت کلیک کنید. حالا یه صفحه جدید برای شما باز میشه که توش تمام اطلاعات مربوط به محصولی که انتخاب کردین رو میتونید ببینید. توی این صفحه میتونید شکل شماتیک محصول، قیمت واحد، قیمت برش، قیمت بارگیری و یه لیست از تامین کنندگان رو مشاهده کنید. بعد از اینکه همه اطلاعات رو بررسی کردین، روی دکمه انتخاب محصول کلیک کنید تا محصول به سبد خریدتون اضافه بشه. حالا میتونید به بخش سفارش‌های من توی بالای صفحه سایت برید. توی این بخش میتونید برای ثبت نهایی سفارش اطلاعات آدرستون رو وارد کرده و از طریق درگاه امن بانکی هزینه سفارش رو پرداخت کنید. بعد از اینکه پرداختتون رو انجام دادین، براتون پیامکی ارسال میشه که حاوی اطلاعات سفارشتون هست و در روز تحویل براتون کد تایید ارسال میشه. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و بتونید با خیال راحت از دمیرال خرید کنید.